تامارا میتروفونونا سامسونووا با القاب گرانی یا بابا یاگا، یک قاتل سریالی روسی که زاده 25 آوریل 1947. اون در ژانویه 2015 به دلیل ارتکاب 2 قتل دستگیر شد. طبق گزارشایی به دست آمده، اون تقریباً 3 بار توی بیمارستان‌های روانی بستری شده و ممکنه به بیماری اسکیزوفرنی دچار باشه. حالا اسکیزوفرنی چیه؟ یک اختلال روانیه که شامل توهم و پرخاشگری و کاهش عواطف میشه. تو همین جای ویدیو تقریباً فهمیدی که تامارا چه شخصی بوده. پس اگه میخوای داستان کامل زندگیشو بفهمی، تا آخر ویدیو با من همراه باش. تامارا سامسونووا در 25 آوریل 1947 در شهر اوژور به دنیا اومد. پس از فارغ التحصیلی دبیرستان وارد مسکو شد و به دانشگاه زبانشناسی رفت و پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه به سن پترزبورگ نقل مکان کرد. در اونجا با الکسی سامسونووا آشنا شد و ازدواج کرد. در سال 1971 اون با همسرش توی خونه‌ای در خیابون دیمیتروف مستقر شدن. تامارا مدتی برای آژانس مسافرتی کار کرد و مدتی هم برای هتل گرند اروپا. در سال 2000 شوهر تامارا به طور مشکوکی ناپدید شد. پلیسا به این باورن که الکسی سامسونووا به دست تامارا کشته شده. زمانی که الکسی ناپدید شده بود، تامارا به پلیس مراجعه کرد، اما جستجوها هیچ فایده‌ای نداشت. پس از رد شدن اون اتفاقات، تامارا برای اینکه خرج خودش رو در بیاره، شروع کرد به اجاره دادن اتاقی از خونش. به گفته بازرسان، در 6 سپتامبر 2015 تامارا با مستاجر خودش بحثش میشه و اونو به قتل میرسونه. اسم مستاجرش سرگئی پوتانین بود که 44 سال سن داشت. پس از قتل اون، جسد اونو تیکه تیکه کرد و در خیابونای محلشون پخش کرد. در مارس 2015 تامارا با والنتینا نیکولاونا ملاقات کرد. والنتینا 79 سال سن داشت. تامارا و والنتینا توی یه محله بودن. خونه سامسونووا در حال بازسازی بود. بنابراین تامارا از والنتینا خواست که برای چند وقتی توی خونه اون زندگی کنه. تامارا چندین ماه اونجا موند و به کارهای خونه به نیکولاونا کمک میکرد و وقتی بازسازی خونه تامارا تموم شد، تامارا برای مدت بیشتری میخواست توی خونه نیکولاونا بمونه. بنابراین از نقل مکان خودداری کرد. با گذر زمان رابطه بین نیکولاونا و تامارا بدتر شد. در نهایت نیکولاونا از تامارا خواست که خونش رو ترک کنه. تامارا قبول کرد. ولی این کار نیکولاونا عاقبت خوشی براش نداشت. تامارا به پوشکین سفر کرد. اونجا تونست یه داروساز رو متقاعد کنه که به اون داروی تجویزی فناسپام رو بفروشه. تامارا دوباره به شهر خودش برگشت. یکی از غذاهای مورد علاقه نیکولاونا سالاد اولویه بود. تامارا برای اون سالاد اولویه درست کرد و قرصای فناسپام رو خورد کرد و توی اون ریخت. 23 جولای دقیقاً بعد از اون اتفاق تامارا به خونه نیکولاونا رفت. جسد نیکولاونا توی آشپزخونه روی زمین افتاده بود. تامارا با 2 چاقو و 1 اره شروع به تکه تکه کردن اون کرد. اول از همه سر جسد رو اره کرد و بعد از اون بدن اون رو با اره به 2 نصف تقسیم کرد. و سپس بدن اون رو با چاقو تکه تکه کرد و برای بیرون بردن جسد از قابلمه و کیسه زباله استفاده کرد. اون برای بیرون بردن جسد چندین بار به خونه برمیگشت و دوباره میومد بیرون. و در آخر هم تامارا تیکه هایی از بدن نیکولاونا رو توی خونه پراکنده کرد. بعد از 1-2 روز تیکه هایی از جنازه نیکولاونا در اطراف پرده های خونش و تیکه هایی از جسدش توی حوضچه‌ای در خیابون دیمتروف پیدا شد. اون کیسه های زباله توی حوضچه توجه کسی رو به خودش جلب نمی کرد. ولی تا زمانی که یکی از همسایه ها از توی حوضچه بوی بدی رو احساس میکنه و به پلیس خبر میده. هویت جنازه پس از چندین هفته با جستجوی ساکنان ساختمون مشخص میشه. وقتی پلیسا در خونه نیکولاونا رو میزنن، تامارا در خونه اونو باز میکنه. با ورود افسران پلیسا به داخل خونه، آثار خون رو توی همه جای خونه پیدا میکنن. پس از بازجویی از تامارا به اون شک میکنن و اونو دستگیرش میکنن. تحقیق و درمانهای اجباری. در 29 ژانویه 2015
تامارا به دادگاه منطقه فرانزه سن پترزبورگ فرستاده شد. وی تحت معاینه روانپزشکی قانونی قرار گرفت. در 26 فوریه 2016 نتایج آزمایش نشون داد که تامارا برای افراد جامعه و خودش خطرناک است. برای همین تا پایان تحقیقات در یک مؤسسه تخصصی قرار گرفت. در سال 2016 تامارا به یک تیمارستان روانی در شهر کازان فرستاده شد. تامارا هنوز که هنوزه در ارتباط با 14 قتل در بازجویی قرار داره. بر اساس گزارش رسانه‌ها و پلیس، دفتر خاطراتی از تامارا پیدا کردن که برخی از قتل‌هاشو توی اون توضیح داده. توی یکی از صفحه‌ها که از روسی به انگلیسی ترجمه کرده بودن نوشته بود: من مستاجرم که ولودیانم داشت رو کشتم. من اونو توی همون با چاقو تیکه تیکه کردم و تیکه های بدنشو توی کیسه پلاستیکی زباله گذاشتم و اونو اطراف محلمون پخش کردم. همینطور که اول ویدیو به لقب‌های تامارا اشاره کردم، شاید براتون سوال شده باشه که لقب بابا یاگا به چه معناست. بابا یاگا در اساطیر روسی یک جادوگر خبیث و یکی از مشهورترین چهره‌ها در داستان‌ها و فیلم‌هاست. اون چندین قرن در شرق اروپا مورد وحشت مردم از جمله کودکان بود و شبیه جادوگر وحشتناکی در میومد و نماد مرگ بود. و حالا میتونیم بفهمیم که بازی ترسناک گرانی از روی شخصیت خبیث تامارا برگرفته شده. اگه تا اینجا یه ویدیو دیدی و از محتوای چنلم خوشت اومده، این ویدیو رو لایک کن و چنل رو سابسکرایب کن و یه کامنت انگلیسی بذار تا ثابت نپره.